کهنه‌های امریکا بر جان ما، گندمان شوروی هم نان ما. مردمان می روند بالای قمر، ما ز دست خانه جنگی شدیم در بدر. خانه ای که دیگر خانه نیست. کودک افغان در مرز ایران با آستین پاره اشکهای خود را پاک می کند و آرام زمزمه می کند. مادرم گفت ایران خانه ماست، اما حالا می گویند برگرد. برگرد به جایی که نمی شناسند. مرد سال خورده در پاکستان در سایه یک دیوار با دستهای پینه بسته بر صورت می گوید 40 سال در اینجا کار کردم، نان ساختم، پول ساختم، اما حالا می گویند برگرد، ما تو را نمی خواهیم. ای کاش وطن ما امن بود، ای کاش انسانیت پاس داشت. ما آواره نیستیم، ما قربانی خاموش سیاست هستیم.